سلام. سالی که گذشت یعنی سال 98 از هر جنبه که نگاه کنیم برای نظام آخوندی سال پرباری بود. به طور خاص از جنبه منطبق بودن دستاوردهای نظام با اسم پرمسمایی که خامنه‌ای برای این سال انتخاب کرد. کمک به تولید باید کمک بشه. ما گفتیم رونق تولید. امسال سال رونق تولید باید باشد. رونق تولید، همین دو کلمه کافی بود که موتور همه فعالیت‌های تولیدی رو روشن کنه و خورجین نظام رو پر از دستاورد کنه. یعنی همینجوری تولید پشت تولید بود که رونمایی میشد. مثلا یکیش سردوشی ولایی که هر روز هم توی تلویزیون تبلیغش رو میکردن که تو صرفه‌جویی آب میترکونه و مصرف آبتون رو به معنای واقعی کلمه به صفر میرسونه. یه خبر ویژه دارم. میخوایم کارایی محصول ایرانی رو ببینیم که تمام این مشکلات رو حل میکنه. معرفی میکنم. سردوش سوبان. میبینیم که با این فشار آب نمیشه حمام کرد. حالا سردوش سوبان رو بس میکنم. حیرت انگیزه. فشار آب چند برابر زیاد شد. در این حال دیگه لازم نیست نگران مصرف زیاد آب باشید. چرا که دوش سوبان مصرف آب رو تا 50% نسبت به قبل کاهش میده. به این میگن معجزه رونق تولید. فشار آب چند برابر بیشتر، مصرف آب چند برابر کمتر. حالا ببینیم اونایی که اینو خریدن نظرشون چیه. اینم از سردوش‌های سوبان. روزی 100 بار تلویزیون تبلیغش میکنن. خدا به حق امام حسین سر به نیست بکنه. خدا لرز تو برا به حق طفل مسلم مشکل آب را برطرف کنه. بابا با ای سردوش ای بو اصلا او بخاری تا خطه بشوری امرو به اون مسش با قرآن 198,000 تومن سردوش سوبان خریدم. خدا به حق امام حسین یکی دونه سر نیست کنه. اما رونق تولید فقط به این تولیدات کوچیک محدود نشد، بلکه در ابعاد کشوری هم حرف برای گفتن داشت. یکی از دستاوردهای نظام در این زمینه اینترنت ملی بود. اینترنت ملی از اختراعات خاص نظام آخوندیه که فقط در شرایط اضطراری بهش نیاز پیدا می‌کنند. شرایطی مثل قیام آبان که رفتن سراغ اینترنت میلی، یعنی قطع از اینترنت بین المللی. از تدبیرهای ستودنی در این حادثه قطع اینترنت و شبکه‌های خارجی بود. اگر میخواهند مسئولان بدانند چقدر این اقدامشون مؤثر بوده، ببینند چقدر ناراحتند دشمنان این ملت از قطع اینترنت. یعنی شما لانه زنبور رو پیدا کردید. تا اینجا باریکالله داره. باریکالله از هنرهای این نظامه که میتونه ظرف یک روز آدم رو از قرن 21 ببره تو عصر غارنشینی. یعنی هیچ جای دیگه شما نمیتونید اینجوری تو زمان سفر کنید تا بتونید بیخبری انسانهای اون زمان رو تجربه کنید. یعنی کبوتر نامبر هم نمیتونید استفاده کنید، چون احتمال داره خطای انسانی تو هوا کبابش کنه. اما همین وضعیت رو تیوی ریش یه طوری برات گزارش میکنه که انگار همه مردم دارن از خوشحالی قطع اینترنت قش میرن. نمیدونم شاید قطع کردنش بهتر از قطع نکردنش بوده. در حال خیلی تخریبا بیشتر میشد دیگه. این هماهنگی‌ها توی فضای مجازی شکل میگیره. اینترنت قطع نمیشد مطمئنا این ادامه پیدا میکرد و وای پس چقدر خوب شد که اینترنت قطع شد. ما نمیدونستیم اینترنت جهانی عجب هیولایی بوده. حالا که اونو قطع کردید، این اینترنت میلیتون چه فوایدی برای مردم داره؟ استفاده از شبکه ملی اطلاعات و اجرای ساختارهای کسب و کارهای نوپا در بسترهای بومی و داخلی راهبردی است که فناوران کشور پیش گرفتند تا از خروج اطلاعات به شبکه‌های خارجی جلوگیری کنند. به شبکه ملی اطلاعات از خروج اطلاعات شما به خارج جلوگیری میکنه. یعنی مردم از اخبار دنیا قطع، از منابع علمی دنیا قطع، از تجارت دنیا قطع، هرچی هم اطلاعات دارید مستقیم میره تو سرورهای کاملا امن سپاه که خدماتشون رو هم دم خونه تحویل میدن. اینترنت ملی، عجب ایده قشنگی. یعنی از زمان هولاکو خان هیچ کس چنین ایده‌ای برای اذیت کردن مردم به ذهنش نرسیده بود. حالا راستی بگیم ببینم این اینترنت میلیتون چجوری کار میکنه؟
اما نکته‌ای که وجود داره این روزها برای دسترسی به سایت‌های مختلف نباید از موتورهای جستجوگر استفاده بشه و به طور مستقیم باید آدرس همون سایت وارد بشه. یعنی یکی از ویژگی‌های اینترنت میلیشون اینه که اون حس نوستالژی دفترچه تلفن رو برای شما زنده میکنه و شما باید یک دفترچه هم برای ثبت URL ها داشته باشید. و در واقع ساده بهتون بگم نقش موتور جستجوگر رو باید خودتون به عهده بگیرید. مثل این میمونه که بخوای با چنگال از پارچ آب بخوری. البته در قیام آبان ماه روشن شد که این اینترنت میلی فواید دیگه‌ای هم داشته. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات همین دولت میگوید چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد و قطع شدن اینترنت به کارکردهای شبکه ملی اطلاعات هم ضربه میزند. از سوی تجربه آبان ماه نشان داد زیرساخت‌ها هم توانست ساپورت چنین پروژه‌ای در ایران ندارد. موتور جستجوگر ملی بدون گوگل عملاً فایده‌ای نداشت. کاربران مسیریاب‌های داخلی در ارتباط با این اپلیکیشن‌ها دچار مشکل شدند. تبادل وجه در بانک‌ها با چالش‌های زیادی روبرو شد و حتی سایت و اپلیکیشن شرکت کنترل کیفیت هوا هم در این روزها نتوانست بروز شود. اگر میگفت توی این اینترنت میلیشون چه چیزی کار میکنه شاید راحت‌تر قابل شمارش بود. میشه بگید اون فیثاغورسی که ایده این شبکه ملی اطلاعات رو داد کی بود؟ شمارش رو میخوام. شبکه ملی اطلاعات یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در 14 سال گذشته بوده و ایشان با یک نگاه هوشمندانه زودتر از همه بر حوزه فضای مجازی اشراف داشتند. دبیا پس زیر سر همونی بود که میگفت رونق تولید. یعنی از 14 سال پیش داشته زور میزده با نگاه هوشمندانش تازه رسیده به اینترنت ملی که هیچیش کار نمیکنه. ما چیزی به اسم اینترنت ملی نداریم. بله، از رونق تولید رسیدیم به اینترنت ملی نداریم. این که قرار بود خودش فرمایشات مقام عظما رو پیاده کنه زد زیرش. وای به حال بقیه. اما همین وزیر قطع ارتباطات همچنان به شعار عظمانشان رونق تولید وفادار بود و تلاش کرد در زمینه دیگه‌ای ایده پردازی کنه که بیشتر ایده پرت کرد. بله، قضیه از این قرار بود که درست تو همون روزهایی که ملت کفرشون از قطع اینترنت بالا اومده بود، همین یارو یهو تپ سورپرایز گرفت و بعد یه هفته سر کار گذاشتن ملت از سورپرایزش رونمایی کرد. امروز می‌خوایم که شرکت پست به صورت آزمایش تحقیقاتی یک بسته پستی رو به وسیله پهپاد برای وزیر ارتباطات آقای آذری جهرومی ارسال کنه. تلگرام و توییتر و فیس و فیلتر کرده، اینترنت هم هر وقت دلش میخواد قطع میکنه. بعد تو این اوضاع احوال گرونی و قیمت بنزین 3 برابر اومده میگه مردم براتون سورپرایز آوردم، از این به بعد میتونید توی جزیره ها برای همدیگه هدیه بفرستید. یعنی الان همه مشکلات ملت حل شده، گرونی، بیکاری، فقر، آلودگی هوا، پراید، سیل، زلزله، فقط مونده بود که برای هم بسته پهپادی بفرستن. این بود رونق تولیدتون؟ بابا این که نپریده بالشو چیدن. بیا اینا همون موقع گفتن اصلا این پست پهپادی مجوز پرواز نداره. بابا شما بذارید هواپیمای مسافربری سالم بلند شه بشینه، پهپاد پروندن نخواستیم، پیشکشتون. از اونجایی که مقام عظما به فضا خیلی علاقه داره و همیشه تو فضا سیر میکنه، رونق تولیدش هم در سال گذشته به فضا خیلی گیر داده بود. یکی از دستاوردهای فضایی نظام اعزام فضانورد بود که البته فقط تا مرحله طراحی لباسش پیش رفتن که این لباس رو جهرومی با یک توییت رونمایی کرد. لباس فضانوردان #آینده روشن و به این ترتیب تاریخ فضانوردی رو به قبل و بعد از این توییت تقسیم کرد. این لباس فضایی توی فضای مجازی هم اساسی ترکون که برای آشنا شدن با ویژگی‌های این لباس یک ارتباطی با کارشناس برنامه داریم. فرزان میشه از ویژگی‌های این لباس برامون بگی؟ بله، ببینید این لباس ویژگی‌های بسیار زیادی داره که از همه جاش، از همه درز و دورزاش داره ویژگی تراوش میکنه. همونطور که ملاحظه میکنید
این لباس فضایی از مدل تابستونی، سبک، راحت، نرم، از جنس ساتن که خب البته یک ذره هم شبیه کاغذ ساندویچ دیده میشه. مهم نیست، ولی گفتن که مخملش هم هست که به زودی به بازار عرضه میشه. فری سایزه، یعنی اگر که تنگ بود هیچ مشکلی نیست، با یه تن زدن اینجوری قشنگ جا میره و جا باز میکنه و اگه هم که گشاد بود که با یه بار شستن کامل سایز میشه و راحته. دارای یک جیب روی آستین چپ که فضانوردای سیگاری میتونن در حد یه پاکت و یه فندک رو اونجا کامل خوب جاسازی کنن. بعد از شستن هم میتونید بدون گیره از همین بندک های مشکی که روی لباس ملاحظه میکنید اون رو از بندرخت آویزون کنید که خیلی شیک خوش میشه. ببخشید فقط اون ردهایی که روی سینه‌اش مونده چیه؟ آیا فضانوردها چیزی خوردن که ریخته اونجا؟ نه نگاه کنید، اون قسمت لباس مورد داشت که طراحان نظام در یک حرکت ضد استکباری علائم و نشانه هایی که اونجا بود رو با ظرافت اینجوری محوش کردن و به جاش پرچم نظام رو بر فراز بازوی راست فضانورد برپا کردن، همونطور که می‌بینید در عکس. خب میشه برای بینندگان ما مراحلی که طراحان نظام برای تهیه این لباس طی کردن رو هم توضیح بدی؟ بله، سوال خیلی عالی و به جایی بود از طرف شما. ببینید ایده بسیار قشنگی رو کار کردن. تحقیقات اولیه روی سایت آمازون انجام شد، بعد بودجه با طرح دوفوریتی به تصویب و به هیئت دولت ابلاغ شد و بعد این لباس از غرفه سرگرمی‌های هالووین برای کودکان با قیمت $20 تهیه شد. مرحله نهایی هم ریل استکبار زدایی بود که یعنی کندن برچسب‌ها که با موفقیت تمام انجام شد و همینطور که می‌بینید این حماسه بومی خلق شد. آی جهرومی وزیر بازجویی جوان، بابا این وزیر رو اینجا جمع کنید برید، بابا این چی بود دیگه، جمع کنید. با تشکر از توضیحات شما، ولی به نظر میرسه که این افتضاح تبلیغاتی اونقدر فاجعه بار بود که خود وزیر هم مجبور شد بیاد و اون رو پس بگیره. یک اشتباه رسانه‌ای بود که توسط تیم ما در انتخاب اون لباس بود، هرچند خب اصل بحث رو که موضوع تصمیم ما برای اعزام فضانورد و اولین گامی که توی این حوزه می‌خوایم برداریم تحت شعاع قرار داد. صبر کن ببینم، لباس فضانوردی رو دانشمندا طراحی میکنن یا تیم رسانه‌ای انتخاب میکنه؟ مگه لباس فضانوردی رو توی بوتیک میفروشن که تیم رسانه‌ای اینو انتخاب کرده؟ وزیر بی سواد، لباس فضانوردی این شکلیه. اگر نمیدونی بدون، نگاه کن. از این کاسکت‌ها داره، کلی کابل و شلنگ داره، دستکش داره، تجهیزات بهش وصله. فقط 100 تا دانشمند روی جزء به جزء این لباس کار کردن. بعد به اون تیم رسانه‌ایت هم بگو اگه دفعه دیگه خواست از این حرکت‌های تبلیغاتی بزنه، یک کار کوچولو قبلش انجام بده و برای چند لحظه مغزش رو از دپو خارج کنه و یه چیزی تو این مایه‌ها پیدا کنه. اما بزرگترین محصول رونق تولید که کاملاً منطبق با روحیات مقام عظما در رسیدن به فضا بود، پرتاب ماهواره ظفر در دهه فجر بود. قرار بود در اوج دهه زرج برای روحیه دادن به بسیجی‌های روحیه باخته با دهنکجی به قطعنامه‌های سازمان ملل با پرتاب یک موشک بومی یک ماهواره بومی رو در مدار قرار بدن و ته اقتدار رو در بیارن. سیمرغ ظفر را تا 530 کیلومتری زمین خواهد برد. آذریه جهرومی افزود هزینه ساخت ماهواره ظفر 1 و 2 کمتر از 2 میلیون یورو شده است. میانگین عمر قرار گرفتن آن در مدار 2 سال و نیم و ارزش تصاویر استالی آن بیش از 10 میلیون یورو محاسبه شده است. اینجا پایگاه فضایی حضرت امام خمینی در سمنان است. طبق اعلام متخصصان فضایی وزارت دفاع در فرایند پرتاب ماهواره تمام کارها قدم به قدم در حال انجام است و هیچ عجل و شتابی در کار نیست. یه طوری میگه همه کارها داره قدم به قدم انجام میشه که انگار جای دیگه با پرش سگام کار میکنن. بعد عکس خامنه‌ای رو هم به عنوان راه بلد زدن که ماهواره حتما به مقصد برسه، چون این مسیر فضا همون مسیریه که هر شب داره خودش طی میکنه. اما یه وقت فکر نکنید که این کارها جنبه تبلیغاتی داره ها.
پروژه یه پروژه تحقیقاتی بوده که داره طبق برنامه پیش میره و اصلا هم عجله‌ای نداشتن که حتما توی دهه فجر هواش بکنند و بالاخره لحظه موعود فرا رسید. این لحظه پرتاب ماهواره بومی ظفر به فضاست. ماهواری که به همراه ماهواره بر سیمرغ با عنوان نماد خودباوری و خودکفایی متخصصان فضایی کشور محسوب می شود. اگر میتونستن فیلم تبلیغاتی ماهواره ظفرشون رو همینجا تموم کنند، اون وقت میشد ظفر رو به عنوان بزرگترین محصول رونق تولید به ثبت رسوند. اما از اونجایی که از قبل وعده داده بودن که ماهواره باید توی مدار قرار بگیره تا 10 میلیون یورو براشون بیاره، پیگیرش شدن که به این نتیجه رسیدن. از جزئیات این پرتاب اگر ممکنه برام بفرمایید. طی روزهای گذشته فرایند آماده سازی ماهواره‌بر در پایگاه فضایی حضرت امام انجام شد. امشب ساعت 19:15 فرایند پرتاب انجام شد. ماهواره‌بر ما مرحله اولش کارش رو به صورت کامل انجام داد، پروازش به صورت کامل انجام شد. مرحله 2 با موفقیت استارت و شروع موتورهاش انجام شد. حدود 90% مسیر رو طی کرد و سرعت حدود 6500 متر بر ثانیه ما رسیدیم. بخش عمده‌ای از اهداف تحقیقاتی که مد نظرمون بود برای این پرتاب الحمدلله احصا گردید. متاسفانه در لحظات نهایی اون سرعتی که مورد نیاز ماهواره بود حاصل نشد و در واقع انشالله با بهبودایی که انجام میشه در پرتاب‌های آتی این بخش از مأموریت هم انجام بشه. بله، برای اطلاع از جزئیات پرتاب ماهواره وصل میشیم به کارشناس برنامه. فرزان، پرتاب چطور بود؟ بله، ببینید فرایند پرتاب ماهواره با موفقیت انجام شد. موتورش روشن شد، سوختش آتش گرفت، خود موشک بلند شد، میزان زیادی پرواز کرد و خاکی که باید طبق محاسبات پاورپوینت بلند میکرد رو بلند کرد و البته گرما و شعله زیادی داشت که این گرما باعث شد که خارهای اطراف محوطه رو در راستای علفزدایی محوطه کامل بسوزونه و این هدف هم محقق شد و نور خیلی زیادی ایجاد شد که اصلا ما نداشتیم چنین نوری توی شب در منطقه خاورمیانه کوچک و بزرگ. بله، همه چیز طبق برنامه انجام شد. فقط قبل از اینکه ماهواره به مدار برسه، اونجایی که باید شوف دنده معکوس میکشید دیگه نکشید، دیگه 12 ثانیه آخر رو نتونست بره، ماهواره بک زد با سرعت رفت تو اقیانوس هند، پاشید. خواسته پایین دارن دنبالش میگردن، ولی اینا مهم نیست، نه هیچ کدوم مهم نیست. 95% اهداف برآورده شد. بله، اینجور که از توضیحات شما برمیاد مثل این میمونه که بگیم یه نفر بردیم اتاق عمل، بیهوش کردیم، عمل رو هم موفقیت آمیز انجام دادیم، فقط بیمار دیگه نفس نمیکشه. همین مرحله، ولی 95% موفقیت آمیز بود. ببین، شما یه ماه تبلیغات کردی که همین یه مرحله کار انجام بشه که ماهواره بره تو مدار. از کدوم موفقیت صحبت میکنی؟ مگر اینکه تو موج بدبختی‌های نظام نیاز شدیدی داشتید که حتما از یک موفقیتی صحبت کنید. سومین تلاش ما برای پرتاب ماهواره موفقیت آمیز بود. ما موفق نشدیم. تو معلوم است با خود چندی؟ بالاخره موفق شدید یا نشدید؟ علت نرسیدن ظفر به اون سرعت مورد نیاز چی بودش؟ 12 ثانیه لعنتی. اون چیزی که مشخصه اینه که اگر 12 ثانیه دیگه موتور فعالیت میکرد و سوختش کفایت میکرد، قطعا ماهواره تو مدار قرار میگرفت. 95% موفق بود. حالا این 12 ثانیه لعنتی ان شاءالله در سری بعد رفعش. البته رسوایی شکست ماهواره ظفر فقط به همینجا ختم نشد و پرتاب این موشک با محکومیت بین‌المللی هم مواجه شد که جذب رژیم رو بیشتر در آورد و در سایت‌هاش نوشت
فرانسه با گستاخی پرتاب ماهواره را محکوم کرد. این دیگه خیلی زور داره. ماهواره 2 میلیون یورویی رو بندازی تو اقیانوس هند بعد محکومتن بکنند. همون حکایت آش نخورده و دهن سوخته است. با این نمونه هایی که دیدیم میشه گفت که بیلان رونق تولید در سال 98 نمادی از میزان پیشرفت خط و خطوط خامنه‌ای در کل نظام آخوندیه. اگر با همین فرمون به این پیشرفتشون ادامه بدن میشه حدس زد که سال 99 سال دردناکتری برای خامنه‌ای خواهد بود. سعید علی آماده باش.